حالا بحث عقده ها رو با اون رسوندن به اینجا که شناسایی علائم عقده هاست که در درونمون احساس ممانعت میکنیم، از واکنش دلخواهمون باز داشته میشیم در درونمون، ناتوانی در برابر شوخی یا سرزنش یکی، یعنی یکی تا میاد با ما شوخی کنه زود به همون برمیخوره یا احساس بدی به همون دست میده. هراس‌های مبهم داریم به علت ناتوان دیدن خودمون. بیباکی دیوانه‌وار و اثبات عدم ترس خودمون رو داریم به دیگران، این هم در واقع از اون ورش افتادنه. خود متهم سازی داریم، خودمون رو سرزنش میکنیم یا وجدان اخلاقی افراطی داریم. اینها چیزهاییه که ما در واقع باهاش دست به گریبانیم. بحث خودشناسی به ما کمک میکنه که اینها رو شناسایی بکنیم. خیلی زحمت کشیده شده محققین علوم رفتاری روی این موضوع، خیلی کار رو ساده کردن، خیلی ریز کردن که بتونیم ما با یه آموزش های خیلی کوچولو بتونیم که خودمون رو، من معتقدم که اگر ما بخوایم که راجع به یک سری کارهای خاص دنبال این باشیم که خودمون رو شناسایی کنیم، باید خیلی ساده بیایم بگیم که من از چیا میترسم، ترسمون رو شناسایی کنیم. چیزی که من از اساتیدم یاد گرفتم و دستاوردهای زیاده. خب بریم سر بحثی که من میخواستم امروز حالا جمع‌بندی داشته باشیم که عقده ها رو ما پیدا کردیم، شناسایی میکنیم و بدونیم که قرص نخوریم برای اضطرابمون، بدونیم که اگر متخصص میریم ببینیم که واقعا داریم به خاطر مریضیمون میریم پیشش یا داریم به خاطر اینکه جلب توجه منفی میکنیم. خیلی وقتا ما مخصوصا ما خانم ها و بعضی آقایون که از سنی بالاتر میرن در واقع اضطراب پیدا میکنن و اون هم از ریشش در جلب توجه منفیه، که بتونیم که در مسیر خودشناسی قرار بگیریم و بتونیم که به آرامش برسیم و آرامش خودمون رو در واقع در درون خودمون پیدا کنیم. من خواستم اینجا این دفعه کتاب خط سوم رو که مال آقای دکتر ناصر صاحب الزمانی هستش معرفی بکنم و از دوستانی که خیلی علاقه‌مند هستن به بحث خودشناسی و در واقع رفتن به دنیای درون و پیدا کردن خود میتونه که خیلی مفید باشه. و به همین طور کتاب دیگه از خانم کارن هورنای، کتاب خودکاویشون هستش که من واقعا این رو خیلی ساده و خیلی مفید میدونم که بتونیم ازش استفاده بکنیم و با مطالعه خیلی 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 سبکی میتونیم در واقع دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشیم. دیگه بازم اشاره میکنم به اینکه نشست‌های ما روزه جمعه بعد از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6 به بعده و بیس این نشست ها در واقع خیلی خودمونی و خونگی و صمیمیه که این نشست ها رو ما مدیون آقای دکتر خواجه نوری هستیم که در بلند مدت دستاوردهای خیلی خوبی رو داده که میتونیم که با کار خودشناسی دستاوردهامون رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنیم. فکر میکنم که دوباره من اینجا یادآور بشم که اسپانسر برنامه ما آقای دکتر رامین صفاکیش هستند که در واقعشون متخصص بیهوشی از ایران و دانشگاه کوینز کانادا و فوق تخصص درمان دردهای مزمن از دانشگاه وسترن اونتاریو هستند که از ماه آینده در تورنتو پلی کلینیک مشغول به کار میشن و جهت پذیرش در تورنتو کلینیک
و ملاقات و مشاوره با دکتر رامین صفاکیش در رابطه با هر گونه دردهای مزمن نامه درخواست فامیلی دکتر شما به همراه شرح مختصری از بیماری و داروهایی رو که مصرف میکنید ضروریه. حتما شماره تلفن کلینیکشون و وبسایتشون گذاشته شده و میتونید بردارید. ببخشید جانم. سلام عرض کردم خانم سلیمان جا. سلام. بله خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی آموزنده و جالب. در این حال میخواستم بپرسم که ریشه همه دلهوره ها گناهه یا یکیش؟ برای که یکی ممکنه که دلهوره داشته باشه ولی به خاطر گناه نباشه، احساس گناه نکنه. البته خیلی ممنون. حالا روی خط باشین که من اگه سوال داشتیم مطرح کنم. البته ما نگفتیم که ریشه همه اضطراب ها احساس گناهه. در واقع اومدن توی بحث روانشناسی گفتن که اینها در واقع عقده هاییه که در ناخودآگاه ما از خیلی مسائل داریم و احساس گناهیه که حالا گناه حتما نباید منظور این باشه که همین فقط برای من همین میخواستم روشن ببینید باشه. بله دقیقاً احساس گناه در واقع ممکنه که ما احساس گناه نسبت به بچه‌مون بکنیم، احساس گناه بکنیم برای بچه‌مون خدمت خیلی خوبی نکردیم، مادر خوبی نبودیم، احساس گناه بکنیم که همسر خوبی نبودیم یا فرزند خوبی برای پدر و مادرمون نبودیم. نه اینکه مثلا حالا حتما احساس گناهمون باید ریشه سنتی یا مذهبی داشته باشه. بله ولی میتونیم در عین حال دلهوره داشته باشیم بدونی که احساس گناه داشته باشیم. خب مثلا دلهوره از فردا، دلهوره که فرض کنی اون برنامه که من میخوام چجور میشه و مثلا دلهوره از آتی بچه ها. بله ولی خب باز هم احساس عدم امنیت داخلیه. یعنی وقتی که ما احساس عدم امنیت میکنیم در درونمون و فکر میکنیم ما میتونیم که چیزی رو تغییر بدیم، یعنی میخوایم ما کنترلچی باشیم برای آینده بچه‌مون، ما میتونیم کنترل بکنیم برای فردامون، ما از لحظه خارج میشیم. وقتی از لحظه خارج میشیم به طور اتوماتیک ما احساس اضطراب و دلهوره و دلشوره پیدا میکنیم. ولی یه دونه میخواستم اگر لطف کنین و بگین که چجور میتونیم از این حالت دلهوره آرامش ایجاد کنیم در خودمون و این دلهوره رو تو خودمون تا جای ممکن کم کنیم. حتما صحبت میکنیم راجبش. حتما ممنون از تماستون. خیلی ممنون. مرسی از محبتتون. قربان شما. خیلی لطف کردید. مرسی. خب تمریناتی که ما انجام میدیم حالا به طور کلی تعمق روی تنفس وقتی که ما اضطراب داریم خیلی کمک میکنه. حالا اون چیزی رو که من تحقیق کردم و رو خودم کار کردم اینه که وقتی ما نفس عمیق میکشیم اضطرابمون میاد پایین، دلشورمون میاد پایین و هرچی این عمق تنفسمون عمیق‌تر باشه ما اضطرابمون کمتر میشه. امتحان بکنین هر وقت اضطراب دارین چشاتون رو ببندین، نفس عمیق بکشین و یه لحظه حبس کنید و نفستون رو تخلیه کنید. این یکی از تمرین‌های فیزیکی این در واقع کنترل استرس و بحث در گروه قرار گرفتن، احساس امنیت در جمع کردن، اینکه با هم باشیم، تنها نباشیم، احساس اینکه ما طرد شده نیستیم یا اینکه فردا حالا چه خواهم کرد، اینها رو در جمع‌های خودشناسی در برنامه‌ریزی برای اینکه تو هدف داشته باشیم، برای اینکه بتونیم مثبت با ذهن مثبت به مسائل نگاه بکنیم، میتونه توی بلند مدت در واقع این اضطراب رو کم بکنه. اضطراب و دلشوره مال انسانه و هرچی ما آگاهتر میشیم این رنجمون کمتر میشه. مثل اینکه ما بیشتر از 4-5 دقیقه وقت نداریم و باز من اینجا تشکر میکنم از دکتر صفاکیش و دوستان در برنامه، صدا بردار، فیلم بردار و مسئولین برنامه.
در لحظه آخر یک جنبندی که ما آرامش چیه؟ امنیت داخلیه. امنیت داخلی با اعتماد به نفس میره بالا و اینکه چگونه به دست میاد؟ اعتماد به نفس با خودشناسی به دست میاد. خودشناسی شناسایی احساسات و افکار و عواطف ماست و من به عنوان کسی که یک آدم معمولی این رو یاد گرفتم که چجوری خوشبخت زندگی کنم، چجوری بتونم به دیگران هم کمک بکنم که چجوری خوشبخت زندگی کنن، که بتونیم که هممون در جهت بیداری و حرکت و پویایی همدیگه حرکت بکنیم. برای اینکه خودشناسی بکنیم هیچ لزومی نداره که ما حتما اطلاعات خاصی داشته باشیم، فقط باید خودمون رو شناسایی بکنیم و در جهت آگاهی خودمون حرکت بکنیم و تخصصی که به فرض داریم ممکنه هیچ ربطی به کار ما نخواهد. خیلی فکر کنم باید حتما مثلا دکتر روانشناسی داشته باشیم که خیلی وقتا ممکنه اصلا اینا با هم تصادم داره و خیلی وقتا همدیگر رو تایید نمی‌کنن. و حالا بحث خودشناسی خیلیا حالا عرفان رو علاقه‌مندن میرن، از جریان عرفان وارد خودشناسی میشن، بعضیا ریشه روانشناسی رو در پیدا میکنن و خودشونو آروم میکنن. مهم اینه که بدونیم تغییر باید بکنیم، مهم اینه که بدونیم بهتره که راههایی رو پیدا کنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم و آرامش رو به دیگران هم منتقل بکنیم. مهم اینه که در بیداری هم بکوشیم. وقتی همدیگر رو تکون میدیم که بیدار باش، در لحظه باش، از زندگی لذت ببر، اون چیزی که الان داریم سلامت، آرامش، امنیت، ازش لذت ببریم و این لذت و امنیت و آرامش رو به دیگران هم منتقل بکنیم، میتونیم که در بلند مدت دستاورد داشته باشیم. من یه تلفن دارم، میتونم جواب بدم؟ جانم؟ سلام کردم. سلام. حال شما چطوره؟ من رویا هستم. خیلی حالتون چطوره؟ خوبین شما؟ کردم صدای من میاد رویا جان؟ بله من صدای شما رو دارم. بفرمایید. ما بیشتر از 1 دقیقه وقت نداریم. چیزی می‌خوایم بگیم؟ بله من میخواستم که خیلی خوشحالم که بیننده برنامه‌تون بودم. میخواستم از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم و امیدوارم که این برنامه بتونه به همین صورت تداوم داشته باشه. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی بزرگواری کردین. قربونتون برم. متشکرم. قربان شما. مرسی. خیلی لطف کردین. مرسی. خداحافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب ممنون از لطفتون، ممنون از اینکه در واقع لحظتون رو با من شریک شدین و حضورتون رو به من دادین. من خیلی از اینکه بتونم یک دلی رو آرام بکنم، در جهت آرامش کسی قدم بردارم، به خودم تبریک میگم. کما اینکه 1 ساعت یا 10 دقیقه یا 5 دقیقه باشه طرف رو در حضور مطلق نگه دارم و از شما ممنونم، چون تمام زمانی که ما حضور داریم عین عبادته، عین این که ما در عرش داریم طی می‌کنیم، چون در لحظه با شکوه ترین چیزیه که ما در بلند مدت داریم. میبوسمتون، بهترین ها رو براتون میخوام. با امید دیدار در جلسات بعد. خداحافظ. اگر روح